راستی من میخواستم سخن رو اصلا آغاز کرده باشم که من راستی اینقدر خیلی میگم به صورت کار خنجر هم اینقدر راستا بود. من راستی قدر سهر خیستم رو دوست نمیدارم. من از کسانی فهمیدم از اولین کسی میزنیم چرا همه حیران شدم. اگر کسی به انامی سوالها جواب میده هم برای اسمشون جهان همون صنعتکار یک امید یک آرزو است که همون سرودی که آماده میکنیم خداوند بگیم که ایده ها پسند مردم باشد و مردم گوش کنید و همین خیلی دوستدار باشد. این سرودی که ما تهیه کرده بودیم شعرش به قلم آرزو ایسایف تعلق دارد روی آوردیم همین چیز پیدا شده. یعنی معلوم است که این ترجمه یگان سرود خوانده شدنی است در واقع. چون فکر میکنم از همه مخلص صادق هستم برای من پدر مادرم هستم که محض هم دوره جوانی که من سرود میخوندم پدرم خنده میکردم راستی مادرم خیلی برزه سوته من قرصه نظام جان از این رو برای صحنه هنر آمدن که پشتیبانی میکنه. خب راست میگم من تا حال دوستش میدارم اگر چندی که ما در یک جور کار فعالیت نداریم آقا شوهر کردم باور کنید از خاطر ندارم. سنش 996 است 9 ایونی سال 1992 به دنیا آمدم. من خدمت حربی را در نظر داشته ایستاده باشم. من در خدمت حربی رفتگی نیستم.